سلام دوستان، به کانال نور پنهان خوش اومدید. این بار هم با یک مطلب جدید همراه شما عزیزان هستم. قطعا میدونید که برای تهیه، ادیت و تدوین ویدیوهای کانال زحمات زیادی کشیده میشه. پس اول با سابسکرایب کانال و بعد با دنبال کردن ویدیوها باعث دلگرمی ما بشید و تا آخر این ویدیو همراه من باشید. تا حالا شده که نشسته باشید و ناگهان احساس کنید که برای کسی که به او اهمیت میدهید باید کاری بکنید؟ آن خداست که از طریق روح القدس با شما حرف میزند. آیا تا حالا شده که یک دفعه در مورد شخصی که مدت طولانی است ندیدید فکر کنید و سپس میدانید که او را به زودی خواهید دید و یا از او تلفن یا نامه دریافت خواهید کرد؟ آن خداست، چیز تصادفی نیست. آیا شده که یک چیز عالی بدون آنکه آن را خواسته باشید دریافت کرده باشید؟ مثل پولی از طریق پست، قرضی که صاف شده، کوپن خرید رایگان کالا از جایی که می‌خواستید چیزی را از آنجا برای خود بخرید اما بضاعت مالی آن را نداشتید. آن خداست، او خواست دل شما را می‌داند. آیا در موقعیتی بودید که نمی‌دانستید چه کار کنید که وضعیت را بهتر کنید، اما حالا که به عقب نگاه می‌کنید؟ آن خداست که شما را از میان تمامی رنج‌ها عبور داده تا روز روشن او را ببینید. آیا فکر میکنید که این ویدیو را تصادفی دیده اید؟ نه، شاید کسی به شما فکر میکرده. لطفاً این ویدیو را برای دیگران هم بفرستید تا قدرت خدا نصیب دیگران نیز بشود. ما در تمامی امور باید سپاس و برکت را به هم بدهیم و با برکت چندین برابر ادامه دهیم. پیغام این ویدیو را از جانب یک دوست بپذیرید و لطفاً آن را برای تمامی دوستان خود بفرستید. بگذارید این پیغام تا ابدیت ادامه یابد. این خداست که لبخند بزنید. این یکی از بهترین تبلیغ‌ها برای خداست. مردم را از چیزی که نصیبتان شده متحیر کنید. ممنون دوستان که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. یادتون نره که حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و حتما نظرات خودتون رو تو کامنت ها برامون بنویسید. تا ویدیوهای بعدی شاد باشید.